سلام دوستان، وقتتون بخیر. من جعفری هستم. امروز در خدمت شما هستیم با معرفی تو اندیکاتور خوب جهت معامله در بازار فارکس و رمز ارزها. خب اکثر اندیکاتورهایی که معرفی میشه حالا دوستان دیگه معرفی میکنن اکثرا کاربردی نیستن یا منطق خوبی برای سیگنال دهی ندارن یا دیر سیگنال میدن. به هر حال هر اندیکاتوری که طراحی میشه توسط هر کس یه اندیشه‌ای پشتش هست، باید این اندیشه ها تست بشه و ببینیم که چجوری کار میکنه. خب ما امروز در خدمت شما هستیم با دو تا اندیکاتور خوب، واقعا خوب، که یکیش حمایت و مقاومت رو نشون میده و یه دونش نشون میده که آیا امروز بازار ما بای هست یا سل هست، یعنی بای و سل روزانه رو. یعنی وقتی ما چارت رو باز کردیم اول صبح یا بعد از ظهر یا هر ساعتی که بودیم، از کجا بفهمیم که امروز ما سل هستیم یا بای هستیم؟ در واقع ما توی روند نزولی هستیم یا صعودی هستیم. خیلی خوب، میریم توی قسمت اندیکاتورها و تایپ میکنیم دیلی. خب اولیش این اندیکاتور که این بالا هست، دیلی کلوز، که باز و بسته شدن بازارهای روزانه رو نشون میده و به شما سیگنال میده که در واقع امروز بازار ما بای هست یا سل هست. شرکت چارت آرت 5900 کی هم در واقع کاربری داره که ازش دارن استفاده میکنن. و دومیش این سپلای اند دیمند دیلی لوکس آلگو، شرکت لوکس آلگو خیلی معروف هست، 6700 تا هم استفاده کننده داره این اندیکاتور. خیلی خوب، هر دوتاشو من روی چارت الان دارم. من حالا اول دومی رو خاموش بکنم. خیلی خوب، این اولی حمایت و مقاومت های روزانه رو نشون میده به ما که در واقع بازار کجا باز شده و کجا بسته شده و این خطایی که شما میبینید بالا و پایین حمایت و مقاومت های روزانه هست. بعد حالا دومی رو روشن میکنم. حالا این اندیکاتور به ما چی میگه؟ ببینید هر کدوم از این شکست هایی که اینجا میبینید، اینجا الان قرمز شده یعنی سل هست و اینجا الان سبزه. این اگه پایین نگاه بکنید یه شکست هایی وجود داره. این شکست ها در واقع استارت روزانه ماست. یعنی این الان ساعت این رو ما بیایم نگاه بکنیم، ساعت من الان به تاریخ در واقع ساعت ایران تنظیم شده 2:30. بعد اینجا هم اگه این کندل رو بکنیم 2:45 در واقع باز شدن بازارها هست. خب چجوری باید استفاده بکنیم؟ این اندیکاتور پایینی یه تنظیماتی داره، من میام روش انجام میدم. حالا این چی میگه؟ میگه که خب ما بیایم قیمت امروز رو، بسته شدن رو، با قیمت فردا مقایسه میکنه و اگه قیمتی که استارت امروز خورد یه کم بیشتر، حالا اینجا درصدش رو شما خودتون مشخص میکنید، اگر اینقدر بیشتر بود یا کمتر بود سیگنال بای یا سل صادر میکنه. خب الان من همون در واقع درصدش خیلی کم هم گذاشتم. حالا میبینید که وین ریتش هم بهتون نشون میدم. اینجوری تنظیم بکنید، اوکی بکنید. این بالایی هم دست نمیزنید، تنظیماتی که داره اوکی هستش. خب من برای اینکه نشون بدم در واقع این اندیکاتور که روزانه به ما سیگنال میده تست شده و چقدر کاربرد داره، وین ریتش چقدره، یا این پایین استراتژی تستر رو میزنم. ببینید اینجا نوشته 100%، یعنی سیگنال هایی که میده کاملا درسته و میشه روشون حساب کرد. من الان تایم فریم 15 دقیقه روی طلا هستم، روی 30 دقیقه میرم. خب 30 دقیقه شد 98% و یک ساعت هم شد 97%. خب چون طلا خیلی تولرانس نداره، زیاد بالا پایین نمیشه، همون تایم فریم های 15 دقیقه خوبه برای معامله کردن. این سیگنال سری که شما اینجا دارید میبینید در واقع کندل شروع امروز ماست. یعنی اگه من یه خط بکشم، اینجوری خط بکشم، خب الان به ما سیگنال داده که در واقع 2:30 صبح هم هست، سیگنال داده سل هست. شما خود نمودار رو میبینید که امروز سلیم. حالا ترند لاین هم میتونید بکشید برای اینکه حالا بعضی با ترند لاین کار میکنن. خب هر وقت این در واقع خط شکسته شد رو به بالا، میتونیم رو بای حساب کنیم. اینجا هم که داره حمایت میشه، ولی
اگر این رفت بالا، چون میدونید که بازار آمریکا که باز میشه یه ذره بازار میریزه به هم. خب این که رفت بالا میخوره به این سله، و دوباره بازار میریزه. پس اگه من بخوام یک سل بگیرم بعد از ظهر، میام چیکار میکنم؟ اول یه خط میکشم از سلی که امروز سیگنالی که صادر شده، بعد میام خب وقتی بازارش کار میکنه میاد استاپ ما رو میزنه بعد میریزه، پس انتظار دارم که استاپ اینجا رو بزنه. پس اگه من بخوام سل بگیرم اینجوری میگیرم، یعنی از این کندل بالاتر، یعنی سعی میکنم که این سقف این کندل رو به عنوان استارتم برای ورود و یکم بالاتر، حالا مثلا اینجا بگیرم برای استاپم و 1 به 2 مثلا باز میکنم این معامله رو به این شکل. خب پس شما وای میسید در واقع بازار به این نقطه برسه، اینجا استاپا زده میشه، بعد بازار میریزه تو بای هم به همین شکله. برمیگردیم عقب، یه بای پیدا میکنیم. اینجا شاید خوبه اینجا نگاه بکنید، ما یه سیگنال بای داشتیم. یه چیزی هم توضیح بدم، اگر 2 روز متوالی هر چند روز بازار بای باشه، این پایین اگه نگاه بکنید این سبزه نشون میده که بازار به صورت بای هست. حالا این شکست هایی که این نقطه ها میبینید اینا همون شکست های روزانه است، یعنی شما هر روز قرار نیست سیگنال بده، تغییرات رو به ما میده. حالا من اینجا فرض کنیم که بازار اینجا بود، خب اینجا تو قسمت لانگ من میام چیکار میکنم؟ چون خب ساعت 2 نصف شب که ما بیدار نیستیم، صبح که پا میشم یه دونه خط اینجوری میکشم. خب پس انتظار دارم که بازار اینجا لانگ شده برگرده به همین نقطه. دیدی بعضی‌ها چیز میکنن، نقطه زنی میکنن، اینجوری نقطه زنی میکنن، میان این نقطه رو پیدا میکنن، یه خط میکشن. خب حالا انتظار دارن که بازار وقتی به این نقطه برمیگرده بیاد و استاپ اینجا رو بزنه. پس من چیکار میکنم؟ میام از این یه ذره پایین‌تر این نقطه، یعنی فکر کن بازارگردان خودتی چیکار میکنیم؟ به استاپ اینجا رو میزنی دیگه. خب میام استاپ اینجا رو میزنم اینجوری. حالا من این نقطه حمایت در واقع روز قبلش هم دارم، پس من میتونم این پایین‌ترم بذارم، بعد میام بای میگیرم. من حالا بذارید این شکلی. پس این نقطه رو نگاه بکنید، من دارم این کندل رو میگیرم، اینم میذارم زیر این که دیگه مطمئن میشم که از اینجا پایین‌تر نمیاد. بعد یه بای 1 به 2 باز میکنم، حالا یا 1 به 3، بستگی به روند بازار داره. خب اگر نگاه بکنید یه نکته‌ای هم که هست اینه که این نقاط حمایت و مقاومت روزانه که وجود داره، خب یک در واقع سل و بای هم ما اینجا داریم دیگه. وقتی بازار از این نقطه ریخته، پس ما انتظار داریم بیاد بازار استاپ این قسمت رو بزنه. ببینید استاپ این قسمت رو زد، استاپ این قسمت رو بزنه بعد بریزه. پس این هم میتونه برای شما، حالا اونایی که خیلی تایم فرم‌های کوتاه‌تری دارن کار میکنن میتونن اینو لحاظ بکنن، ولی خب این در واقع این دوتا اندیکاتور خیلی راحت به ما نشون میده که بای ها کجان و سل ها کجان و شما خیلی راحت میتونید اینا رو بگیرید. خب الان اینجا حالا اگه بخوایم ما تایم فریم های کوتاه‌تری یک بایم بگیریم، یعنی خلاف روند بازار، خب اینجا ما یه حمایت داشتیم، دوباره اول سل بوده قیمت، میاد اینجا حمایت میشه و نمیره پایین چون حمایت دیروزه، یه روز قبلشه. پس ما میایم اینجا یه بای میگیریم، استاپ لاسمون میذاریم زیر اینجا 1 به 2. ببینی که من ریت خوبی داره و جواب میده. یه مورد دیگه هم که بهتون بگم اینه که شما این بیاید این نقاط سل و بای رو یه خط بکشید. بچه‌ها نگاه کنید دقیقا منطبق شد با این لانگه. پس وقتی این نقطه میاد میشکنه یه اوردر بلاکی شکل میگیره و قیمت میره بالا. ولی خب وقتی بازار آمریکا در واقع شروع میشه چه اتفاقی میفته؟ این بازار ژاپن چه اتفاقی میفته؟ قیمت برمیگرده. چرا؟ چون اونا میخوان بخرن دیگه. پس قیمت رو برمیگردونن به همون نقطه که لانگ بوده، در واقع پول‌های هوشمند اونجا بوده و از اونجا میندازن بالا. فقط میان چیکار میکنن؟ استاپ این قسمت رو هم میزنن. پس شما بهترین راه اینه که شما چیکار بکنید؟ این رو یه خط بکشید، این نقطه رو یه خط بکشید، بیاید
ورودتون رو بذارید، استاپتون رو میذارید روز قبل، یه خط حمایت روز قبلی یا همون روز و بعد 1 به 2 باز میکنید. حالا فرض کن من اینجا، بعد میبینید که چه سیگنال های خوبی میده. باز اگه سوالی چیزی داشتید تو نظرات بگید، من در خدمت شما هستم. موفق و پیروز باشید.